سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که کسی خوب و صحتمند باشه. به یکی از ولاک دیگه ما خوش آمدید. دوستان عزیز، ما امروز آمدیم به فواره آب که اکثرت فراره او میگن دیگه به اصطلاح هم دیگه. دوستان عزیز، من میخوام برای شما از اینجا از 4 اطرافی فواره آب برای شما تصویر داشته باشم. و میبینید دوستان عزیز که فواره آب هم فعال است. آب بازکایش تمامش ترمیم شده و خودش هم رنگ شده و رنگ آمیزی شده. میبینید که قطارها هم فلزی گرفته شده و تمامش فعال کردن و واقعا یک فضای با عالی و دوست داشتنی و با پر انرژی و با کیفیت ساختن. امیدوار هستم که همچون آبادی و همچون نوآوری در سراسر افغانستان صورت بگیرد. این هم دوستان عزیز فواره آب است و دیگه 4 اطرافش هم برای شما ویدیو میگیم. بیروبار سرک است که موترها میبینید که موترها شوری رنگش تغییر داده و سفید و آبی کمرنگ دیگه به اصطلاح موترها را رنگ شهری که مثلا زرد سابق حالا رنگش تغییر داده و میبینید که بیروبار اون خود خیلی زیاد است. اون فواره آب است دیگه. قلاخار دوستان از 4 طرفش برای شما ویدیو میگیرم. امیدوار هستم که از ولاک ما خوشتون بیاید. باز دوستان عزیز از زوم براتون بکنم که نزدیکم ببینید که فواره آب چقدر زیباست و تمام آبازک‌هاش فعال شده و یا هم دوستان عزیز طرف دیگه چوریست یک چیز دیگه رو براتون زوم میکنم که خیلی خوشایند است. میبینید دوستان عزیز نام افغانستان زیبای ما دموکو اینها با سنگ نامزیر است که نوشته کردم. میبینید چقدر زومش کردم که باز شما هم میبینید واقعا خیلی عالی ترمیمش کردن و دموکو که از هر جایی که نقطه کابل ببینید پایتخت رو بعد میتونی نام افغانستان رو بخوانی در
این هم کنار دیگه چاره فوریاب است. یک چیز دیگر رو براتون زوم میکنم دوستان عزیز. این سینما آریانا است. مطمئن هستم که اکثریت از این خاطره داره. این هم در گوشه دیگه از چاره فوریاب موقع داره که سینما آریانا است. اکثریت جوانان و نوجوانان بازرس‌ها هم مطمئن هستم که سینما رفته و خاطره هم داره.